سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. توی این پست میخوام در مورد دوره خوشنویسی صحبت کنم و به سوالات شما جواب بدم. دوره شامل 2 فونت فرح و دستنویسه که میتونید از هر خودکاری استفاده کنید، ولی بهترینه از راپید و روان‌نویس‌های ساراسا استفاده کنید. آموزش توی تلگرام و ایتا هستش. اکثر شما پرسیده بودین که مگه مجازی میشه یاد گرفت؟ باید بگم آره، آخه خود من خوشنویسی رو مجازی یاد گرفتم و توصیه خودم اینه که مجازی یاد بگیرید، به دلیل اینکه صرفه‌جویی در وقت و هزینه شما میشه، دسترسی آسون دارید، در هر مکان و زمانی میتونید استفاده کنید. شما یک بار هزینه پرداخت میکنید ولی بارها فرصت استفاده دوباره دیدن از ویدیوها رو دارید. و نکته آخری که میخوام بهتون بگم اینه که ما گروه پشتیبانی داریم و بعد از دیدن هر قسمت از ویدیوها شما باید تمرین‌ها رو بفرستید تا ایرادات کار گرفته بشه. و سوال دیگه‌ای که دارین در مورد طول مدت یادگیریه و میپرسید که چند روزه میشه یاد گرفت. اگه روز 2 ساعت وقت بذارید 3 الی 4 روزه یاد میگیرید. البته من هنرجویی داشتم که 1 روزه یاد گرفته و کمترین ایراد توی کارش دیده شده.